یعنی برادری عزیز بزرگوار، جوانی که مادر و سوش فریاد میکنی، مادر سخنی قبیح بد میگویی، این رعنی خدا که حتما روز تو هم پشیمان میشوی، حتما روزی میشود که این آزار و این سخنهای قبیحی که در حق مادر گفته ای فرزند میشنوی. رب العالمین ما و شما را در قرآن تعلیم داده است که ما باید با پدر و مادر چگونه مناسبت داشته باشیم، چگونه معامله داشته باشیم. رب العالمین میفرمایند ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ای جوانی محترم، برای خدمت پدر و مادر، برای اطاعت پدر و مادر اوف نگو. کلمه اوف چی کلمه است؟ مفسران میگن از همه میده ترین سخنی که سبب ناراحتی و ناراضگی پدر و مادر میشه اوف است. یعنی در نزدش بشید اوف میگویی، یعنی خسته شدم، دل زده شدم. ای مادر، ای پدر، یعنی کلمه اوف خداوند ما را منع کرده است. اگر اوفی بیکاری هم باشه، خستگی کار زندگی هم باشه، خداوند تعلیم داده در نزد پدر و مادر اوف نگو، وای ناراحت میشوه، وای غمگین میشوه، وای فکر میکنی فرزندی من چی غم داشته باشه، چی مشکلی در حیاتش آمده باشه. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ای بدبخت، ای جاهل، رب العالمین برای تو امر کرده است به سوی مادر فریاد نکن، به سوی نزد مادر صدا تا بلند نکن. ولا تنهرهما. چی جایی که مادر دشنام بودی، چی جایی که مادر بگو که کی میموری. وای به حال چنین فرزندان. انشاءالله رب العالمین حتما این ناجوان مرد از فرزندش این آزار میبیند. نخواه که انسان به سوی مادری که تنها در حیات تنها مانده است، پدر نیست، تنها مادر مانده است، باید پارتای سر نوری چشم کنی اون مادره. وای رفیق حیات از دست داده است، در حیات تنها مانده است، در جای نوازش و جای مهربانی با بسوی رو میگو کی میموری. حیفی چنین جوان مردی، حیفی چنین بی غیرتی. و قل لهما قولا کریما. رب العالمین ما را تعلیم داده است که برای پدر و مادر سخنهای خوب بگویه. برای پدر و مادر وقتی در نزد پدر و مادر شدید با او به نوازش و مهربانی صحبت کن. پدر جان، مادر جان، نور چشم من، قوت دل من، جان من، همه من فدای تو باد. ای مادر عزیز چقدر بزرگوار است که فدای تو شوم. ای کاش که این جان من 1000 جان میشد فدای تو میکردم. ای مادر بسیار بزرگوار استی.